در نگاه اول، رویاها ممکن است فقط سناریوهای خیالی باشند که ذهن ما هنگام خواب می‌سازد. اما اگر چیزی فراتر از داستانهایی باشد که برای دیگران تعریف می‌کنیم یا دربارشون می‌نویسیم، چی؟ با اینکه هیچ مدرک علمی قطعی وجود نداره که ثابت کند رویاها معنای خاصی دارند، ولی سالهاست که برای افزایش خودآگاهی و کمک به شناخت چیزهایی که در زندگی روزمره آزارمان می‌دهد، مورد مطالعه قرار گرفتند. طبق گفته سوزان برگمن، مددکار اجتماعی و متخصص خواب، رویاها یک زبان جهانی هستند که اغلب تصاویر پیچیده‌ای از مفاهیم احساسی خلق می‌کند. آیا تا به حال متوجه شده اید که در رویاهایتان یک سری الگوهای تکراری دارید؟ در اینجا 7 معنی رایج رویاها رو بررسی می‌کنیم. 1. گم شدن یا گرفتار شدن. این یکی از رایج ترین خواب‌هاییه که مردم می‌بینن. گم شدن یا گرفتار شدن معمولاً یعنی شما در دنیای واقعی نمیدونید قدم بعدی چیست. افرادی که خواب گم شدن در جنگل، ساختمان بزرگ می‌بینن، معمولاً احساس فشار، سردرگمی و ناتوانی در پیدا کردن راه خروج دارن. این خواب نمایانگر بارهای ذهنی، جسمی، مالی یا احساسیه که در واقعیت تجربه میشه. 2. از دست دادن فرصت‌ها. آیا تا به حال خواب دیده اید که به سختی از اتوبوس، قطار، هواپیما یا تاکسی جا میمانید؟ در این نوع خوابها معمولاً فقط 1 ثانیه دیر میرسید. گاهی این رویا شامل دیر رسیدن به مصاحبه کاری، اجرا یا رویداد مهم است. در واقعیت این خوابها نشان دهنده حسرت رفتن دنبال خواسته هایتان است. از دیدن اجرای گروه محبوبتان گرفته تا نرسیدن به مهلت ثبت نام شغل رویاییتان. 3. مشکلات مربوط به ماشین. در این خوابها فرد داخل یا کنار ماشین است. ممکنه راننده باشه یا مسافر و با چیزهایی مثل از کار افتادن ترمز، پنچر شدن تایر یا تصادف مواجه شه. در دنیای واقعی این خواب به معنی احساس ناتوانی در کنترل یک موقعیت یا ترس از نزدیک شدن به مشکل در آینده است. 4. مردود شدن در امتحان. برخلاف ظاهرش، بیشتر کسانی که چنین خوابی می‌بینند مدرسه رو تمام کردند. خوابی مثل گم کردن سالن امتحان، آماده نبودن یا نداشتن وسایل لازم نشان می‌دهد که شما در زندگی واقعی احساس می‌کنید که در حال امتحان شدن هستید و این باعث اضطراب درباره آینده شده است. 5. تعقیب شدن. این خواب بین افراد مضطرب بسیار رایجه. فرد معمولاً توسط یک حیوان، یک انسان یا موجودی نامشخص تعقیب میشه. این یعنی دارید از یک موقعیت یا یک احساس فرار میکنید. احساسی مثل غم، ترس یا رنج ناشی از یک جدایی. 6. افتادن دندانها. اگر خواب دیده اید که دست در دهان می کنید و دندانهایتان می افتند یا متوجه یک فاصله خالی می شوید، این خواب نشان دهنده احساس ناامنی است. اینکه خود را زشت، ناکافی یا بی‌ارزش می دانید. ممکن است این احساس مربوط به مدرسه، کار یا رابطه عاشقانه باشد. گاهی نیز نشان دهنده ترس از قضاوت یا خجالت کشیدن است. 7. سقوط یا غرق شدن. افرادی که این خواب را می‌بینند معمولاً خود را در حال سقوط از ساختمان بلند یا غرق شدن در اقیانوس می‌بینند. آنها معمولاً احساس بی‌کمکی و غلبه شدن دارند. این خواب پیشبینی مرگ نیست، بلکه نشان دهنده ترس از افتادن، شکست خوردن یا نارضایتی از مسیر فعلی زندگی است. این خواب میگه شاید لازم باشه مسیر جدیدی انتخاب کنید یا تصمیم‌های مهمتری بگیرید تا دوباره معنا پیدا کنید. شما بیشتر کدام یک از این رویاها را می‌بینید؟ اگه واسه‌تون مفید بود، لطفاً لایک کنید و برای ویدیوهای بیشتر درباره ذهن و روان کانال را سابسکرایب کنید.